شیخ طه عبدالله عفیفی در کتاب من وصایا رسول یک روایت، یک قصه را آورده است از زمان حیات بیبی رابعه ادویه رحمها الله. بار میگوید یک دوست شبانه به خانه به حجره رابعه ادویه می آید. از بس که بیبی رابعه بسیار مشهور بود، تا امیر بصره به زیارتش می رفت، تمام حکومتدارا و زمامدارا به دستبوسی و به زیارتش می رفتن. این بیچاره دوست گمان کرده است که خیلی مال و ثروت دنیا دارد. شبانه دزدی میدروید، این طرف و او طرف میکوبد که غیر یک کوزه دسته شکسته که در درونش آب است در خانه چیزی نیست، نه یک پلاسی و نه یک لباسی و نه یک متاع دنیا. وقتی خجل می شود قصد خارج شدن از خانه را دارد که بیبی رابعه بیدار بده است، از قفا صداش میکنه: یا هذا این کنت من الاذکیا فلا تخرج بغیر شیء. برادر گفت اگر آدمی به عقل بخیرت باشی دستی خالی ای خانه نبرو، من شرم دارم که تا ای خانه من دستی خالی ببرو. گشت گفت: یا سیده لم اجد شیئا. ای سیده گفت آخه در خانت خاک نیست چی برام؟ من دزدی در آمدم، نه که هیچی نیست. دیوخی هیچی نیست، هم یک کوزه دست شکسته هیچ کده در کار نیست، کجا برمش آخه؟ بیبی رابعه گفت: یا مسکین توضع بهذا الابریق وادخل هذه الحجره وصلی رکعتین فوالذی لا اله غیره لا تخرج الا بشیء. مردی مسکین گفت همون کوزه دست شکسته را بگی طهارت که آب داره، در انم حجره بدرو، 2 رکعت نماز بخوان، قسم به خدایی که غیر او معبود نیست دستی خالی اینجا نمیبروی، من برات وعده میتم. این بیچاره دست خیال کرد که یگان جا یگان دیناری به جایی داره میتم، به طمع دنیا رفت کوزه را گرفت طهارت کرد، داخل حجره شد، در نماز ایستاد. وقتی که تکبیر تحریمه را گفت در نماز ایستاد، بیبی رابعه دست به دعا برداشت: به شب درهای رحمت پروردگار باز است. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند، هر جا که بود در به شب در بندند، الا در دوست کام به شب باز کنند. دستا را برداشت دعا کرد، گفت: سیدی و مولای هذا اتی بابی فلم یجد شیئا عندی. ای مولای من، پروردگاری بزرگی من، همین مرد خانه من به طلب چیز آمد، نزد من چیزی نیافت. فاوقفته ببابک فلا تحرمه من فضلک و ثوابک. پروردگار من نزد در تو قایمش کردم، نزد در تو بازش داشتم، از رحمت خودت از عطای خودت پروردگار ایران محروم نگردانی بنده را. و در حق او بنده یک دعای خیره کرد. قدرت پروردگار وقتی که سر در سجده گذاشت، یک نوری تجلی در قلبش غلطید که این مرد خدا مست شد، دیگه دنیا را فراموش کرده. فراموش کرد که در خانه آدمی بیگانه هستم، فراموش کرد که بیبی رابعه وعدش کرده است که یگان چیزت میتم. در همون سجده الهی ایستادگی آبی دیده 6 قطار الله میگفت و میگریست. و وقتی میگه بیبی رابعه نزد در حجره آمد که این چی گریه داشته باشه، صداش شنید که زمزمه میکنه با آبی دیده بناله: اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی و تخفی ذنب من خلقی و بالعصیان تأتینی. وقتی پروردگاری بزرگ از من سوال کنه که از من شرم نداشتی که عصیان کردی؟ تو او گناه و کمبودیات از مردم پنهان میداشتی، از من پنهان کردن نمیتونی که. با کدام رو تو عصیان کردی؟ با کدام رو سرکشی کردی؟ فما قولی له لما یعاتبنی و یقصینی. وقتی که خدای بزرگ مرا از درگاهش برونه، دیگه کدام خاکی را در سر کنم؟ میگه چنان مست مغرور شد
تا دمیدن صبح صادق، تا صدای اذان شنیدن سر از سجده نبرداشته است. بعد میگه خیست، همین روش نور میباره. بیبی رابعه گفت کیف لیلتک یا اخی، برادر اسلامی شب چه خیل گذروندی؟ گفت بخیر الحمدلله. پیش پروردگار با یک عجز، با یک عاجزی و بیچارگی به گردن کج ایستادم. خدای بزرگ میگه گناهم بخشی، فقبل عذری و غفر ذنبی، گناهم بخشید، عذرها و بیچارگیام قبول کرد و ما را به مطلوب و مقصد رسانید. این شب انیخ فضیلت ها داره، خاصتا شبی که ما و شما قرار داریم و اتفاق علما است که الحمدلله رب العالمین این شب شب قدر است، شب 27 ماه رجب، این شب بزرگ، شب عزت، شب سربلندی، شبی را که طاعت عبادت در این شب از 1000 ماه طاعت عبادت که در آن شبهای قدر نباشد پیش پروردگار بالاتر و بالاتر است. برای یکایک شما تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که این شب قدر برای ما و شما مؤمنان، برای روزه‌داران ماه شریف رمضان، برای قائمین شبهای رمضان به ختم قرآن، شب مبارک، شب قدرشناسی و قدردانی، شب مرتبه و منزلت گرداند. بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز کوشش کنید، همین یک شب است، یک شب روز کردن هیچ اشکال نداره. آخه الحمدلله مردای هستند که تمام رمضان به بدوری میگذرونن شباشا، زیرا این غنیمت است و این شب شبی هست که از 1000 ماه طاعت عبادت بالاتر است. شبی هست که تا دمیدن صبح ملائکه های رحمت پروردگار تحت سروری جبرئیل امین علیه السلام در زمین هستند و به بندگان خدا سلام عرض میکنند، به بندگان خدا عرض درود و پیام میکنند. شب چنین در 7 آسمان به رحمت باز، ز خویشتن نفس ای پسر به حق پرداز. چه روزها به شب رفت در هوا و هوس، شب بروز کن آخر به شکر و ذکر نماز. همین قدر شبها را به بیهوده گذرانیدیم، عمر به بیهوده رفت. و همین یک شب است از برای خدا، همین شب به شکر و ذکر نماز بگذار. مگوی شب به عبادت چگونه روز کنم، محیب را ننماید شب وصال در روز. بهانه نکن که بچه یک شب تا سحر من چخیل میکرده باشم. دعوای محبت داری برای محیب، شب وصال در روز نیست. همیشه بچه را شب اول بپرسه خواب شو میبره. یگان لوندی متهم مردنی بابش نباشه دیگرش خواب نمیبره در شب اولی شب وصال. و دعوای محبت خدا میکنی همین یک شب قدری قدر شناسی چی مشکلی داره؟ کریم عزوجل غیبدان و مطلع است، گرش بلند بخوانی و گر به خفیه و راز. سری امید فرو دار روی عجز بمال، بر آستان خداوندگاری بنده نواز. انشاءالله وقت ما به آخر رسید داریم با نام حاج قربان علی. همه 2 هفته قبل از این اسکندری برادرمون توی کرده بود. اسکندری که اعلانش کرده بودیم یا تو هسته در مسجد که مسلمان شده است، تویش کردن. یک دختره که صالحه افتن زنش دادن. بعد در توی اومدن رفیقای اسکندر، یکی نامش عبدالله، نامای روسیشون نمیگیم اکر، یکیش نامش عبدالرحمن، لباسای سنتی در بر، چنان زیبا و آزاده با این لباس اسلامی و سنتی. همین مردمی سفید پوستی روس هم قیمزه بکی چشما اگر کبود باشه میپرسیش کک دیلا الحمدلله، کک دروی الحمدلله، سبحان الله الحمدلله. ایران ببینه غرض محمد اقبال لاهوری همین است که یه روز یه روز این مردم نجات مییابند. مادام که عدالت میخواهند نجات مییابند. هر کسی عدل بجویه عاقبت الامر میایه به اسلام میرسه. لیف تالستوی همون نویسنده بزرگ روسا میگه پریدل совершенства совершенного человека اسلام. بلندترین نقطه
انکشاف انسانی متمدن اسلام است. از این نقطه بالاتر نیست. تمدن بشری از اسلام نقطه بالاتر نداره. معنی گپش علامه اقبال وقتی که سخن میگه همین را در نظر داره. پس لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ است. برادرای عزیز، امام مسلم روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث راوی اومد ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد: والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. هر کسی که گفت نام مرا میشنود، از شریعت من با خبر میشود، او خواه یهودی باشد خواه نصرانی باشد و قبل از او که به اسلام ایمان میارد اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله میشود، اگر از دنیا بگذره او اهل دوزخ است. کتابی بدم فایدهش نمیکنه، اهل لا اله الا الله بدم فایدهش نمیکنه. پس کامل شدن این کلمه در صورت است که بعد لا اله الا الله محمد رسول الله باشه. به این کامل هیچ وقت نمیشه برادر عزیز. سبحان الله. و ما و شما الحمدلله اهل لا اله الا الله هستیم. بزرگترین کلمه، زیباترین کلمه، فاضلترین کلمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکرها لا اله الا الله است. از این ذکر بالاتر تصور کرده نمی شود.